گذرید. ایوان در کجایی؟ ما رو نمیشنوی؟ همین خیلی انتظار شده ایستم. کجا شدی ابله؟ مرحبا جناب، خوش آمدید. چرا در نزدی در کسی نیست زکو؟ در خانه خود ایستادن جناب، شاید نشونیدن. لبای جناب. چیز نه، اگر خوراک خورده ایستاده باشی رفع خوراکوریت رو دوام ده. رو زکو، من رفته خواب میکنم. خوابی خوش جناب. در رو گوشوید. حاضر. بخیر است دکتر، چی گم شده است؟ حرارتش خیلی بلند است، حالش خوب نیست. باید او رو فوراً به نقطه طبی برم. چرا ایستاده اید؟ میروید؟ اگر جناب پسرش رو نیابد اول به خونه شما میرود. شما نباید، از شما شبهه میکند. راست میگویید. اگر جناب از پسرش رو بردنتان خبردار شود دنیا رو به سرمان میگرداند. من پروای جناب رو ندارم، از همه مهمش کودک زنده ماند. بایرام پسر، خداوند به تو شفا ده. با خواست خدا صحت و سلامت به خونه‌شون برمیگردد. اگر شما نمیبودید نجات نمیافت. خیر، خدا نگهبان. جناب از بردن کودک رو خبر شود دیوانه میشه. خدا مدد رسان. کی میداند به سرمان چی برا میارد. برمیگردد زینب. اگر خواهی به خانه‌ات رفت من در نزد بهرام میمانم. برای طاهر خیلی خواطرم. رو در اینجا انتظار میشوم. چه خیلی که خواهی. کسی میآید. در دستش کودک دارد. این آقای طاهر است. طاهر است؟ طاهر. زینب، با تو چه شد؟ بما شدی؟ برای شما خواطر شدن اینجا انتظار شدم. کودک رو با من دهید. رو من میگیرم زینب. احتیاط کن. طاهر چه حال دارید؟ خوبم زینب. بگیر. تشکر. کی به ورگینز میرویم سینان؟ پس فردا. اگه باید امانت رو بگیریم بعد از گرفتن آن امانت به ورگینز میرویم. ما در آنجا چیکار میکنیم؟ هم از مردم از خبری میگون داریم و هم یک دو ابلهی که بر ضدمان برآمدند آنها را از خانه سبا میگیریم. آنها کیستند؟ یک معلم و یک امام. هر دویشان هم بر ضدمان برآمدند. مردم ده با آنها رغبت زیاد داشته به هر سخنشان گوش میکردند. امر از بالا از بسیار زوال نده. مایلش سینه. مجده تو رفته استراحت کن. مایلش. شب خوش. و تو هم. این دختر رو چرا از نوبداری آزاد نمودی سینان؟ این شب بسیار سوال دادی که چه؟ مجده اگر یگان کس را ناراحت کرد به من خبر ده. مایلش. خیر، شب خوش.
گوش کن زینب، کودک شمال خورده است. میدونم. دلابه دارو داد و بعد آمدن شما رو انتظار شدیم. من صحت میشوم آقای دکتر. زیغ نشو بهرام، البته صحت میشوی. دیلو کودکان رو از هم جدا میکنیم. بهرام رو با حجره دیگر برده سوزنده رو گذارن. مالش آقای طاهر. خیر. بیا بهرام. زینب اگر شاگرد زکام شده باشد به دیگرانش میگذارد، پگو او رو به خانه‌شان بر. مایلش طاهر. طاهر خیلی خسته می نماید، رفته کمی استراحت کنید. من خوبم زینب. وای آقای طاهر. چی شد دیلو؟ حرارت کودک خیلی بلند شده است. میدونم دیلو، مدتی دراز همین خیلی بلند میماند. میترسم که او برداشت کردن نمیتواند. کاری از دستم اومده رو میکنم دیلو. مادر جون. بیچاره کودک. او پسر کیست؟ این کودک پسر سرداره دهه ورگینیز جنوب سبا است. چرا پدرش ناومد آقای طاهر؟ پدرش در اینجا بودن فرزندش رو نمیداند. نمیداند؟ یعنی کودک رو پنهانی از والدینش به اینجا آورده؟ بله، کودک رو دزدیدم. قزبان چرا به خانه عمکت نروی ها؟ نمیدونی که من او را برادر نمیحسابم. با او قهری بودنم رو دانسته چرا به خانهش میروی ها؟ از تو میپرسم قزبان، جواب ده دخترم. تو مگر دختری من نیستی؟ مرا مادرت مرد گفته؟ فریاد داده پدر. خیر دیگر چی میگفتم؟ چی میگفتم؟ اگر مادرت گریخته رفت میگفتم. مادرم رو یافته بیار گفته مرا گرنگ میکردی. گمان کردید که اکنون نمیپرسم؟ البته میپرسی، اما در کجا بودنشان نمیدانم. اگر دانهان چی میشود؟ او ما رو ترک کرد، پرتافته رفت، دختر دارم نگفت، شوهر دارم نگفت، او روی راست ما رو پرتافته رفت، بین مردم شرمنده کرد. باید چی میگفتم ها؟ مادرت ما رو ترک کرد، ما رو نخواست میگفتم، همین رو میگفتم ها؟ هیچ نباشد مادرت مرد گفته گناهش را پنهان کردم. تو سالهای دراز در نزد قبرش اشک ریزاندی، او را زنی خوب و پاک میدانستی. اصلا مادرت انا اکنون مرد قزبان، یعنی حاضر پس از حقیقت را دانستند مرد. من او را خیلی دوست می‌داشتم، خیلی دوستش می‌داشتم. دختر جانم، دعا کن که با کودک یکون چیز نشده باشد، وگرنه الهی آمین. آمین. خوش پیشم. آمین. آمین. خدا قبول نماید. همین که خدمت حربیت را تمام کردی، پدر و مادرت را برای خواستگاری بیار. هر چیز زودتر شما را خانه‌دار نمودن لازمه. انشالله. انشالله. خلاصه گپ همین. شکر زیاد. با خواست خدا این کار به خوبی انجامید. برادر چرا ایستادیم؟ این بعد پدرت حساب میشوند. بخیز دستشان رو ببوس.
تشکر پسرم. سلامت باشید تقوا. همچون داماد شما رو اصلا شرمسار نمیکنم. تشکر دخترم. از این شبه ندارم پسرم. با خواست خدا امروز هم اینجا مان. اگه تو رو گسل میکنیم و قسم حربیت میروی. چرا پدر؟ رخصتی من و محمد برابر تمام میشود. پسرم تو خدا ده همون رو میدانی. بگذار محمد صحت و سلامت و قسم حربیش برگردد. کسی از خونه نبراید. خوب کوشیستید. تو در رو محکم کن. فرامده تا رکسا بگویم. لبای جناب. کودک نیست زکا. چی؟ جناب کودک بیمار خودش تنها با کجا می رود؟ بسیار گپ نزن زکا. اگر میدونستم نزد تو می اومدم. جناب شما چی ها میگوید؟ مادرش در نزدش بود با کجا می رود اون کودک؟ من شب رفته با حجرم خوابیدم. مادرش بایرم رو در جای خوابش نیافته فکر کرده است که او هم روی من است. خدایا توبه. تو مگر نمیدونی زکا؟ از کجا میدونم جناب؟ خودتون میدونید بعد از خواب کردنتان به خانه هم برگشتم. من از کجا میدونم آخه؟ یا اینکه آن دکتری ترک کودکم رو برده است. جناب که برای بردن جسارت میکند. به هم شما را پیش کردید. او که خوب به دیرش رسیده است. نباشد این کودک خودش تنها به کجا میرود؟ جناب او کودک است. شاید کمی بهتر شده و بیرون برآمده است. یک اونجا خوابش برده است یا شاید از هوش رفته است. حالا ایستید من بالا پوشم را پوشیده میآیم. خیلی زود باش. ایستا زکا. لبای جناب لبای. اون سرباز ترک حالا هم همینجاست؟ به نزدیکی میرود جناب. باز دخترت رو با او نداده باشی؟ نه جناب ندادم. کار خوب کردی. اگر از کودک را بردن دکتر با خبر شود و خود او را پاره پاره میکند. نخواد پسری دیگر کس را گریزانی دکتر. چاره دیگر نداشتم بابا ابراهیم. کودک بیچاره میمرد. فوراً کودک را برده به پدرش بردن لازم. اگر با کودک 10 روز پای در پای دارو نگذارانیم کودک میمیرد. آقای طاهر راست میگویم بابا. سلامتی کودک خوب نیست. اگر تبابت نکنیم میمیرد. اما لیکن اگر جناب شبا آمده کودکش را در اینجا یابد با جای کودک تو میمیرید سر فهمیدی؟ اگر کودک را نجات ندهم در اینجا بودنم هیچ معنی ندارد بابا ابراهیم. و من گوش کن. این کودک را در اینجا ماندن نمیتوانید. رو باید در یک اونجا پنهان کنیم بابا ابراهیم. بیا دخترم بیا. برای سخنتان رو بریدنم عذر میخواهم. به مکتب رفته بودم اما برای طاهر خیلی خواطر شده برگشتم. ما باید حتما کودک رو در یک اونجا پنهان کنیم. خوب میشود. لیکن اگر در اینجا بودن کودک را فهمند. به همه تو صبح خیر. خانم خیزمان رو بهتر قبول میکنیم دیلو. بیا خیزبان رفته. تو چرا ما را از اینجا میبری دیلو؟ آقای طاهر کار دارم خیزبان. یگان بیمار نیست کو؟ بابا بو هم تنها صحبت کردن میخواهم. نخواد. راست میگی؟ نباشد معلمه در اینجا چیکار میکند؟ ما نیز بر اومدنی بودیم خیزبان. اگر یگان جوت درد کند به من بگوی. سرم درد میکند. میخواهم دکتر مرا معاینه کند. خیزبان تو زود بیمار میشوی. آقای طاهر رو بیزار کردی. دویم سرت درد میکند. تو چی ها میگوی خانم دیلا؟ باور نمیکنی که سرم درد میکند؟ آقای دکتر باید مرا معاینه کند. میلش خیزبان فهمم. از این دارو یک تا خور دردت نیز میشود. بعد بیگاه میوی دکتر تو رو معاینه میکند. مرا از در بیرون میکنی و زینب در اینجا میماند؟ من به دکتر کار ندارم خیزبان. برای صحبت به نزد دیلا آمدم. چه خیلی صحبت؟ تو مگه درس نداری؟ دارم لیکن سلامتی شاگردم مهمتر است. چی شاگردانت همه بیمار شدن؟ همه چیز رو باید به تو بگوییم. رفت خیزبان. مایلش صحبت کردن گیرید. رفت خیزبان رفت. اوف اینقدر دختری کنجکاو است. توبه از پیش کردن هم بدتر کردن. چیزی رو پنهان داشتنشان معلوم است. اگر من همه‌اش رو نفهمم خیزبان نباشم. من از دکتر آمده باشید ندارید. آقای دکتر نیستم؟ نه هستند لیکن کار دارند. مایلش هیچ کت نی بعدا میایم. پسرم فرزندم
یعنی صحت و سلامت برگشتی. خدا را شکر. کودک رو در خانه ما پنهان کرده همانجا طبابتش رو دوام میدهیم. خیلی خوب میشود. آنجا او رو کسی پیدا کرده نمیتواند. لیکن اگر او رو یابند کاری خوب نمیشود. بابا ابراهیم از قبیله با نفوذی هستند. جناب سبا همین رو بهانه کرده دو قبیله رو با هم دشمن میسازد. افسوس که پسرم طاهر درست میگوید. باید یگان چاره دیگر یابیم. این طور باشد به خانه ما میبریم. پدرم راضی میشوند. شاید اما کم زید برایند، اما بابا اون کس را راضی کرده میتواند. میشود، اما در اینجا پنهان کردن کودک را باید کسی نداند. در عکس حال سر دکتر در بلا میماند. اینجا کسی نیست سینون. فهما بیاید. چی کار بکنیم سینون؟ همه جا بجا شوند بدی. این مکان را باید توضیح کنیم بدی. کچه شما با من بیایید. مالش قرارگاهمون همینجا میشود. یک نفرتون با من بیاید. تو باز با نیستی. فهما بدی. جا بجا شوید. تو کی هستی؟ یاری دیدی سیموس. یاری دیده با جون. دادر جون؟ با تو چی شد؟ زخمدار هستی؟ زودتر به اینجا بیاید. یاری دیگه در اینجا یک زخمداره. چی گفت شده است؟ با این پسر بچه نگری. در اینجا چی واقعه؟ یک طرف ایست با او چی شده است؟ این کودک تیمور است. او رو میشناسید؟ این بچه از دهه ورگینیز است. زخم جدی است سینون. او را به درون درارید. کنی زودتر بردارید. بایستتر. من برای آوردن داروها میروم بیلو. مالش آقای طاهر. کنی بینیم امکا چی میگفته باشند؟ پدرم راضی شدند. بابا ابراهیم انشاءالله امکم را هم راضی میکنند. تشکر. نوشی جون. خیر پناهتون با خدا. تو باز بیا من تو را گسل میکنم. بیا. رفتیم. احوال کودک بد باشد چرا او را به اینجا آورده؟ مگر اینجا بیمارخانه است؟ گوش کنید اکا، پدر کودک جناب سبا است. او پسرم را به دکتر ترک نشان نمیده هم میگوید. آقای دکتر باشد کودک را نمیرد گفته او را گریزانده است. بله و خدا دکتر نیتی بد ندارد. پنهانی از پدرش کودک را تبابت کردن میخواهد. مگر کاری کرده دکتر درست است؟ چرا کودک را دزدیده آورده است؟ اکا و خدا شما نمیفهمید. کودک نمیرد گفته او را آورده است. من به دکتر باور نمیکنم. کدام پدر مرگ پسرش را میخواهد؟ اکا کی بودن جناب سبا را هممان میدونیم. با این یک رویش با این جاهلیت کودکش را هم میکشد. به هر حال او پدر است. پسری کسی که نباشد امک جون. شما که مردن کودک بیگناه را نمیخواهید. البته نمیخواهیم. همین طور نه اکا؟ بله نمیخواهم. این سر باید بین خودمان ماند. اگر آشکار شود دکتر در حالت ناگوار می‌رفتد. اگر کودک را تبابت نکنیم میرد. گناه و ثوابش باشد به گردن تو میافتد. یعنی شما هم مرگ کودک بیگناه را نمیخواهید همینطور؟ ها البته نمیخواهم. خدایا توبه. نه وعده خالی نمیشود اکا. باز چی میخواهی؟ قسم میخورید اکا. ها بله سختر بله. بله این طور. خونرویش من شد سینان. رفتیم. بیاید میرویم. کودک استراحت کنیم. رفتیم. میرویم. رفتیم. مجده تو هم برا. احوالش بد است؟ خیلی بد است. رفتیم. تیمور تزبله. نه
این کودک به خود نمی آید. کذبله به هوشای. به خدای تیمور، این منم سینان. امانت را کجا کردی؟ آقا سینان شماید؟ بله منم. من نمیرم. صحت نباشم. با مادر مادرت را ماند. گپ زن. امانت را کجا کردی؟ گپ زن. ایستا سینان. تیمور با ما بگوی چی واقعا شد؟ خودت را عذاب ندادن؟ چی قدر قوتت میرسد؟ گپ زن. من با اون شخص واخوردم. او گفت که این بار را به سینون میبری. من با رفیقم با اون شخص برابر اومدنی بودم که اون شخص اول کم استراحت کنیم. ما نشستیم. نخست به ما هجوم کردن. ما را تیرباران کردن. اون شخص و رفیقم در همون جا مردند. آنها ما را هم مرده گمان کرده رفتن. و شما سربازان هجوم کردن تیمور؟ نه جادم زید سردار. قبله به سوالم جواب ده. اون آدمان سربازان بودن یا اینکه کسان دیگر؟ نه سربازان نبودن. کودک از اوش رفت. یعنی بارا دزدیدند. آن بیناموس ها کی باشند؟ به هوش که آمد همه اش را میگوید. اگر سربازان نباشند پس کی هایند؟ کسی نباشد میگوید که تیمور را سربازان پراندند. و همه همین را میگوید. فهمیدید؟ مایش زیخ نشوید توهیر. اما کم هم روزی شدند. خیلی خوب. لیکن در خانه بسیار نیست. مایلش بابو ابراهیم. تو با مکتب میروی زینب؟ بله با مکتب. همه‌شون در یک خونه جمع شدند. دکتر باشه دارو آورد. معلوم است که چی واقعی شده ایستاده است. روز بخیر. خسته نباشید. خوش آمدید دخترم کزبان. خوش باشید. گذر میشین؟ چی حال داره دمکی رفیق؟ بخیر است کزبان. چی شد؟ هیچ. همینطور یک خبر گیرم گفتم آمدم. تو به اینجا به خبری نو نمی‌آیی. کنی گوی چی گپ شده است؟ به خدا از چیزی خبر ندارم امک جان. یک گنگب باشد هم شما میدونید. بگویید امک جان در خونتون چی واقع شده است؟ من قسم خوردم نمیگویم. از برای خدا با من گویید. به هیچ کس نمیگویم. مجبور نکن قزبان. نمیگویم. لیکن کودکان همه چیز را میدونند. جانکم در اینجا چی گپ؟ دکتر پسر جناب سبا را دزدیده است. همه را به پا خیزانده است. نخون. پدر چی گپ است؟ چی شده از دخترم؟ ایستا درو میشکنی. پدر چی گپ شد؟ جناب سبا را میزنید. جناب سبا همون رئیس دهه ورگی نیست؟ بله همون. چی شده است به جناب سبا؟ باید چیزی نشده است. میدونید دکتر دهه خودم آقای طاهر پسری جناب سبا را دزدیده به دهه همون آورده است. چی؟ دکتری خودمون؟ چرا کودک را آورده؟ چون که جناب سبا به دکتر اجازه نداده است به پسرش دست رساند. ای دکتری بیاخون. ای دکتری نوبکار. ای دکتری احمق. انتون چی بشود؟ از روی این دکتر شده ده همون رو با سرمون میگردانند. دکتر بخیر است قزبان. با دکتر چی شده است؟ هیچ چیز خالای زیلون. قزبان به من گوش کن. به این هم به همه میگویی همین طور نی؟
کنی با من هم گوی چی واقعیه؟ بچه ها بس کنید. بس کنید گفتم. آرام شوید. با شما گفتید دست آرام شوید. خوش آمدید پدر. خوش آمدید پدر. خوش باشه شیر بچه هایم. کنی بیاید. چه حال دارید؟ تشکر پدر تشکر. بچه های پدر حاضر. کنی این پول ها را گیرید. فروشنده دردی هست. رفته ایگان چیز خرید. تشکر پدر جان. روید. آقا کجا؟ خوراک تیار. روید زودتر مادرتان رو دوش نکنید. احوال این کودکان چی می شود؟ با احوالشون چی شده است؟ روزی دراز بیکار می نشینند. هیچ گپ نه نشستن گیرند. کلان شدند لیکن نانی دهانشون رو یافتن نمی توانند. من چی گفتن از رو میدانم. میدانید لیکن بی پروایید. من پسرانم رو به مکتبی دولتی نمیدیم. به مکتب نمیروند. کار هم نمیکنند. آیندهشون الکی معلوم است. اینقدر لکیده سرم را به درد نار. من این کودکان را برای سلاح گرفتن تولد نکردم. اللهم گپ زده ایستاده ای. اینش باز کیست؟ کیسی؟ منم شعباز. بخیر است رئیس. یگان مشکلی هست؟ هست لیکن خواطر نشو فرهاد. چی شده است رئیس؟ با جناب سبا خبری مهمی دارم. باید پسرم را نجات دهم. تو در اینجا چی کار میکنی؟ من با آقای دکتر کار دارم. دکتر در اینجا نیست. کنی برا. در اینجا بودنی دکتر را همه میدانند. به نزدیکی به گوشی جناب سبا هم میرسد. او را از اینجا گریزانید. کارم نباشد. کنی برا. به من گوش کنید آقای راهی. دکتر را از اینجا گریزانید. برا. دکتر در اینجا نیست. دست از اینجا. هم تو را و هم دکتر را. استغفرالله. پسرکم، برادم، پسر جانم، کسی خبر را به جناب سبا برده است؟ کجا شده است پسرم؟ هیچ نمیفهمم. جناب، او را یافتید؟ همه تل و تپه ها را گشتیم، تمامی ده ها را هم کفتیم، بیرم را نیافتیم جناب. پسرم را یابید. دست شوید تا او را نیابید. نزدم نهایید. فهمیدید؟ جناب سبا. باز تو نمیرسدی. رو از اینجا. پسرتان بیرم. چی گفتی؟ او در کجاست؟ جناب، شنیدم که بیرم را همان دکتر دزدیده است. یعنی پسرم را آن دکتری ابلق دزدیده است؟ سارا ایستاده. اسب را تیار کنید. من آن دکتر را میکشم. پسرتون نمیرد گفته برو گریزانده است. بیرم رو شهد میکند جناب. دامت را گیر زکار. دامت را گیر. دفشو. بخیر است سینم؟ چشمت را از مژده نمیکنی؟ گفتم که برای مژده نقشه دارم. چه نقشه بوده است؟ کیست اون پسر بچه که چه؟ نامش تیمور.
یاردمچی و خدمتگار صادق تشکیلات است. کی بچه رو تیمور رو پروندن؟ باز کی میپرون مجده؟ البته سربازا. حیف شد. از کودکی بیچاره چی میخواستن؟ اگر خواهی او را نگاه بین کن، وقتش کم مانده است. یعنی میمیره؟ بله. بده این رو دار. کودک به هوش آمد که چه؟ حالا هم بیهوش است. خواست زودتر بهوش شود و گوید که کدام ابله ما را گرفته است. با کودک از همان دارو گذرانید تا دردش کمتر شود، بعدن او را به گپ درآورید. فهمو؟ راست میگی، باید به گپ درآورید. فهمو. رفت گیر. نپرونید. شد ندرس. آروم شو. شما کیستید؟ نامیمان مجده است. مردن نمیخوام اپا، مردن نمیخوام. نمیمیری تیمور. بابا رای دیگر نداره پسرم. بابا ابراهیم بخیر از زلال. راست است که آقای دکتر پسر جناب سبا را گریزانده است. راست است بگوید بابا ابراهیم. تو این را از کجا میدانی؟ از زبان قزبان شنیدم. از قزبان؟ اگر او با خبر شده باشد یعنی جناب سبا هم با خبر میشود. باید به آقای دکتر خبر دهیم. او جناب سبا است. تو از اینجا رو زیلو. خوش آمده جناب سبا. خوش نامدم بابا ابراهیم. دکترتان پسرم را گریزانده است. این را گریزاندن نمیگویند سبا. دکتر جوانی خوب است، مقصدش هم تبابت نمودن کودک است. این را فهمه. من این آن را نمیدانم بابا. پسرم را با آن دکتری بیناموس زود اینجا آرید. این کاری کردهش به جزا نمیماند. جناب سبا گمان کردن که شما از این کار بیخبرید بابا. سبا کودک پسرتان است، لیکن دکتر در ده ما مهمان است. مهمان به ما امانت است و به امانت خیانت نمیکنه. این عرف و عادت همان است. مرا ببخشید، دکتر را به شما نمیدهیم. احوال کودک خیلی بد است. چطور او را جواب دهم بابا ابراهیم؟ کودک باید 10 روز طبابت گیرد، زیر نظارت باشد وگرنه میمیرد. تو درست میگویی، لیکن کودک میمیرد میگویم بابا ابراهیم. البته پسرم، تو را میفهمم، تو وظیفت را اجرا کردی، لیکن همین را باید دانی که اگر کودک را ندهیم جناب سبا به آب چشم کسی نگاه نکرده خونریزی میکند. بابا ابراهیم حق هستند دکتر. جناب سبا شخصی بی‌رحم است. او به کسی رحم نمیکند. بین دو ده جنگ میشه و دکتر خون بسیار میریزد. خون بسیار. تو چی کار کردی دکتر؟ هم به سر خودت و هم به سر ده بلا آوردی. نه بیچاره عذاب میکشه. چه وقت میگو؟ مرا سیحت دید آقای دکتر. کودک رو برده با پدرش میسپاریم پسرم. جناب سبا احوال پسرتون بسیار بد است. اگر طبابت نکنیم میدونید نمیگذارم که پسرم را طبابت کنی. سببش را نغز میدانی. از بابا ابراهیم منتدار باش وگرنه میمونی. گوش کن
تو این کاری کردن از عقل بیرون است. برای یک کودک چرا سرت در بالا مونده این کارو کردی؟ ها؟ و تو چی؟ بگذار پدرش همین کودکشو خورد. من در این دهه برای نجات دادن بیماران ایستادم. شما این رو فهمیدم میتوانید. من قسم خوردم که یگام بیمار رو به نظارت نمیگذارم. بر عوض جانم هم باشد. پسرم براتی دل صافم، مادرت قربانت شود. مثل زرگوش ترسانچک هستی. نترس. ناگاه همین تو شده کسی نه. کودک چه حال دارد؟ حالش خوب نیست دکتر. کاری کرده اسکران را بین. حتی به این کودک بیچاره رحم نکردند. این کودک به آنها چی ضرر رساند که او را پراندند. راست میگویی دکتر. من رفته آب میارم. میلش. شد فهمیدم دمیر. ما میپرسیم تو نیا جوابش رو انتظار شد فهمو. خدا نگهبانت باد. خیر. اما که حمید دمیر چی میگوید؟ یگان خبری مهم بود؟ نه مهم نبود. برای زنگ تلفن تشکر دخترم. آقای رفیق با قزبان گویم یک قهوه تیار کند؟ نمیخواهم. خیر خودتو میزنی. دمیر یگان معلومات پیدا کرده. مصطفی خماندان در شعبه پلیس همین جایها کار کرده است. در این جا یگان شعبه پلیس وجود داشت رئیس؟ یک وقت شنیده بودم که در دهه ورگینس شعبه پلیس بوده است. این طور باشد. جناب سبا حتما باید پدر دکتر را شناسد. پسرم در آب و آتش میسوزد. شاید دکتر پسرم را نصیحت کرده میخواد. خاموشش میگویم. خاموش. هر جاتون با دقت باشید. میلش. احوال دیه رو دیدی. نمیخوام به تو ضرری رسد. راست میگوید تقا. این جوان تو را تا شعبه پلیس همراهی میکنند. خیر صحت و سلامت به قسم حربیت روان. خدا نگهبانت بود برادر. در قسم حربی هم تو رو انتظار میشم احمد. انشالله برادر. به همه رفیقان از نام من سلام برسان. حتما. دستتون رو ببوسم. رفتیم. رفتیم بین هم خسته شدیم. امکی زیکا چی شد عزیز؟ جناب شما را میپرسد. کودک را آورده است؟ بله آورده است. من زود رفته می آیم. رفتیم. جناب بیرم را آوردید. مبارک شما جناب. تو درباره دکتر معلومات کافتنی بودی زیکا؟ کافته ایستادم. این اونقدر کاری آسانی جناب. بیرم چه خیل است؟ سلامتیش بهتر شده است؟ جناب بیایدم آن دکتر را. ما تو چند بار گفتم نه. با خونم یگان ترک نمیدارد فهمم. اما او سنان را صحت کرده است. قریب بود که فراموش میکردم. درخواست سنان را فراموش کردم. عزیز لبای جناب. زود رفته سردار دهه گزیلچه و از دهه آبی کلام بابا ابراهیم را خبر کن. این بگاه آنها را انتظار می شوم. مثلا مهم است گویی. فهمیدم جناب. زکا لبای جناب. از پس تیاری شوید.
در نزد مهمان ها یگان کمبودی نشود. فهمیدم جناب. جناب این کس از دهه آبی کلان اومدن. السلام علیکم جناب. و علیکم بر سلام. شما مرا شناختید؟ نه خود نشناسم. دادر رافع حامید هستید. مرحمت گذارید. زحمت نشود. با شما یک سوال دارم. جوابش رو زود گرفته برمیگردم. این چه خیل می شود آقای حامید؟ مرحمت گذارید. تشکر جناب. مرحمت گذارید. خوردن میخواید؟ نه جناب. با سوالهایم جواب میخواهم. در مسئله دکتر دهه‌مان. درباره او چیزی شنیدن نمیخواهم. اول مرا گوش کنید جناب سبا. پدر دکتر افسر بوده است. رحمتی وفات کرد. نامش مصطفی. در وقتش در دهه شما کار کرده است. شما او را میشناختید؟ نه. من این خل افسر را نمیشناسم. اما رئیس همان وقته دهه شاید داند. لیکن او حالا در دهه همسایه زندگی میکند. جناب سبا او را یافته میتونیم. مادامی که پدری دکتر در دهه من کار کرده است باید او را یابیم. یعنی حربی بوده است ها؟ که بودن دکتر را به آسانی میفهمیم. میتوانی خیزی پهلوان. بهرام آهسته آهسته صحت شده ایستاده است. با کمک شما طاهر تشکر زیاد. با او یک چند داروی دیگر میدهم. کنی بیا جانکم. پیش. طاهر شما خیلی خسته شده اید. رفته کمی استراحت کنید خوب می شود. زینب درست میگوید آقای طاهر. بیایید همراه بهرام رو برده میمانیم. شما هم به خونه‌تان میروید. شما هر درست میگویید. باید کمی استراحت کنم. خدا از شما راضی باشد خانم زینب. بیماری کودک رو به دوش خود گرفته. احوال عائله‌مون رو میدونید. او را طبابت کرده نتوانید. خواهش میکنم این طور نگویید. اما این داروهایش. تشکر. رفتیم بچه ها. خدا از شما هم راضی باشد آقای دکتر. از شما هم راضی باشد. رفتیم بچه ها. اگر یکون چیز شد با من خبر ده دیلو. اکنون آنها همه وقت همراهند. با او سوزن دارو میگذارونید؟ این داروی آرام کننده برای کم شدن دردش. تو رفته به سینان خبر ده که زودتر روید. مایش. بابا ابراهیم، من عزیز رو از دهه جنوبی سبا در اینجا دیدم. بله نزد من آمده بود. از کودک یکون خبر نیست بابا ابراهیم؟ متاسفانه پسرم دکتر. جناب سبا بیگاهی مرا به خوراک شام دعوت نمود. خواهش میکنم با او صحبت کنید. شاید شما او را راضی کرده توانید. با او صحبت میکنم البته. انشالله راضی میشود. انشالله بابا ابراهیم انشالله. تیمور برای کودک بیچاره به سربازان چه ضرر رسانده میتواند. اما دیدید حتی آنها به کودکان هم رحم ندارند. آنها حتی با کودک بی سلاح حمله کردند. آنها نامردند. مثل شما نیستند. آنها برای کودکان و بیچارگان مبارزه میبرید. اینان راست میگوید برادران. تا با آخر مبارزه میبرید. مبارزه. کیسینون گردن مژده. هیچ شما رو میپرسد. تو پاسبان‌ها را از نظر گذران. چی؟ من؟ بله همه جا را از نظر گذران. من که آمدم حساب باد میدی. حاضر کمی استراحت کرده خوب کنید. نمیدونم خوبم میبرد یا نه.
میدونم که شما برای کودک خیلی زیق شده اید، لیکن شما هم کاری از دستتون اومده رو کرده ایستاده اید. نمیدونم با این مردمی ده چی طرف فهمونم که دو ملت یعنی کرد و ترک با هم دشمن بودن نمیتوانند. چرا یکی از دیگری خود رو بالاتر میحسابد زینب نمیفهمم. کاش آنها به اطراف نظر کرده دوستی هزارها صدها ملت‌های بیگانه رو دیده میتوانستند. اگر همه با هم دیگر دوست و اتفاق میبودند بویگری مملکت به همه میرسید. من ناامید نیستم طاهر. ما وظیفه همان رو دلسوزانه اجرا میکنیم. اول بر ضد بی‌ثباتی مبارزه میبریم، دوم ناچاری و بعدم بر ضد دشمنی با یکدیگر مبارزه میبریم. راست میگویی. باید بر ضد این سه چیز نوها رسیده مبارزه بریم زینب. دشوار هم باشد غیر امکان نیست. خداوند مددگارمون باد. آمین. خدایا پسرم را یافتم، انشاءالله دخترم را هم مییابم. نپرونید تیمور به خدای بیدار شو بیدار شو ابله بارا که گریف گبزان بار کجا شد گبزن میگویم. نمیدونم با خدا نمیدونم، از دستم گرفتند. چقدر نمیدونی که کی گرفت کنی گبزان با خدا نمیدونم. نزن ابله خاموش، یا اینکه بارا خدا گرفته بناموس. با خدا من نگرفتم، حتی نمیدونم در درونی اون خلطه چی بود. دمت رو گیر ابله داد نزان. باری دیگر میپرسم که بارا کجا کردی؟ با خدا من نگرفتم، آنها با ما هجوم کردند، من و همراه پروندند. آنها ما را مرده گمان کرده رفتند. من سفسطه نگوی، آنها کیها بودند کیها؟ همه تاریک بود، آنها رو نشناختم، رویشان رو ندیدم. من تو گفتم داد نزن ابله خاموش. باز بیرون شد. صحبتشون دیردمون میکرده باشه. معلوم نیست رئیسان دیه ها جمع شدند. بابا ابراهیم، من همین را گفتنیم که دهه آبی کلان و گزلچه با ما همراه شوند و خلق کرد را دستگیری کنند. راست، شما نیز تشکیلات را دستگیری نمایید. بابا ابراهیم هرچی گویند من هم همان را میخواهم. در بین صدها دهه های همین منطقه تنها شما بر این یک چند دهه های فتنه‌انگیز موجود است که تشکیلات را دستگیری میکنند. رفیقان، ما هم مثل شما کرد هستیم، اما این راهی پیش گرفته‌تان خطاست. آدمان را با هم دیگر بشورانید. در حالی که ما مسلمانیم، قلب یکدیگر را شکستن به ما هیچ نمی‌زیبد. این مردم عصرها باز به آدمان خدمت کردند، پرچم اسلام را بالا برداشتند. در چنکله، گلیچیا و یمن هزارها شهیدانمان کتف به کتف همدیگر زیر خاک شدند. این ترک‌های پیشینه نیستند بابا. فهما، لیکن اینها مگر نبیرگانشان نیستند؟
و هم تقدیر ما را با هم همسایه گردانده. دخترانشان را دادن یا دخترانمان را به زنی گرفتن. همه با هم خوش شدیم. مگر یگان کمبودی وجود ندارد؟ البته کمبودی هست. ما انسانیم، با هم یک دل شده میتوانیم. آنهایی که اتفاق شده نمیتوانند، بفهمند، مثل حیوانند. فهمیدم بابا، لیکن این آدمان فکر دین، زبان و ایمان را نمیکنند. شما خودتان فکر نکنید. این آدمان برادران دینی ما میباشند. خودتان هم میدانید که اکثریت مردم طرفدار شما نیستند، چون که آنها میدانند که جنگ به آنها فایده نمیدهد. آخرین سخنم همین که من تماما راضی نیستم و شما نیز عقلتان را به کار برده از این دشمنی دست کشید برادران. سینان، او به این درد طاقت کرده نمیتواند. اگر یگان چیز را میدانست حتما میگفت. خدایا توبه، یک خلطه مواد مخدر از تگی بینی امانیت شد. راست میگوی. کی باشند خائنان؟ چطور فهمیم؟ و گمانم نفرانی هستند که از این کار خبر داشتند و با کدام راه بردن بار را هم میدانستند. از این تنها آدمان تشکیلات خبر داشتند. یعنی کسی از تشکیلات که چه؟ نخود در تشکیلات خائنان هستند. تو فردا صبح ده هر هفته اعلام کن که به هر شخصی که درباره مواد مخدر معلومات میدهد مکافات داده می شود. فهمو سینان؟ فکری خوب سینان. خائنان کسی باشند معلوم میگردند. البته معلوم میگردند، البته. جاکا! لبای جناب. برای به دههاش و فرستادن بابا ابراهیم از پا آماده کن. با چشم جناب. برای اینقدر مهمانداری کردنتان تشکر جناب سبا. اگر همدیگر را میفهمیدیم خوب میشد. شخصی که سلفیده ایستاده از پسرتان؟ بله، پسرم. گوش کنید سبا، این کارتان گناه است. از خودتان است. نخود او را تبابت نکنید. همان دختری را که شما دشمن میدانید بسیار جوانی خوب است. پسرتان را نیز بسیار دوست می‌دارد. بیایید گپم را گوش کنید. نه، به من آن دختری طور لازم نیست. آقای دکتر، پسر برو نجادین. آقای دکتر، آقای دکتر، آقای دکتر، نجادین. میمیرم آقای دکتر. بابا ابراهیم، بابا ابراهیم، بابا ابراهیم. لبای پسرم. صبح بخیر بابا ابراهیم. با تو نیست پسرم. چه شد بابا ابراهیم؟ جنابی سبا چه گفتن؟ نه پسرم، جناب سبا از گپش نمیگردد. تشکر بابا ابراهیم. و تو هم پسرم. آقای طاهر، اگر دیر کردم خواهر نشو. به کجا می روید؟ میدونی چه؟ در دهه همسایه یک بیماری هست، همونجا می روم. هوا خیلی خنک است. یگان لباسی گرم می پوشیدید؟ راست میگویی، هوا خنک است. برای خوراکی برده تشکری زیاد. من خوراک نبردم؟ پس کی برده باشد؟
یعنی شما بودید؟ چرا این کارو میکنید خلای زیلون؟ در نزد گناهکارم پسرم. برای گناهم را شستن این کار را میکنم. گریه نکنید. زیخ نشوید، همش خوب است. پوش پسرم، این رو پوش. نه من خودم. پوش پسرم، پوش. تشکر خلای زیلون. هر روز خوراک آورده خودتون رو رنج ندهید. هیچ گپی، تو خودت تنهایی. وقتی خوراک تیار کردن برای تو هم تیار میکنم پسرم. چی خیلی که خودتون خواهید، اما با شرطی که مصرفش رو من میدهم. بگو خوراک نآورید. برگشتن من معلوم است. با کجا میروی؟ با دهه جنوبی سبو، با پسرش دارو میبرم. واقعه های رخ داده رو شنیدم. تو چه خیلی آدم بودنی سبا رو نمیدونی. خواهش میکنم با اون دیگه نرم، قربانت شوم. باید روم خلای زیلون. مجبورم که با کودک دارو برم وگرنه میمیرم. من اکنون چی کار میکنم؟ دیده و دانسته به سوی مرگ میرود. تیمور دادرم با تو چی شده؟ اپایم مجده. دب زن دادر، همین رویم. مادر با چشم چور مرا انتظار است. من از ده برگی نیزم. اگر با اونجا روید با مادرم گوید که مرا انتظار نشود. با مادرم مردن مرا نگوید. این را تحمل کرده نمیتوانم. انشالله شفا میابی تیمور، این تب نگوی. کمی آب دهید. آب دهید. حاضر میارم. تیمور چشم آمد رو کشد. تیمور اما که زکوسر تشریشت بخیر است؟ مهمانان می آیند. مهمانان. اما که زکو و اونجا میه. بیا شما در این دهه چیکار میکنید؟ مردن میخواهید مگر؟ برای بیرم دارو آوردم. اما که زکو آقای دکتر، اگر جناب در این دهه بودنتان را فهمد با خدا این دفعه میپراند. داروها را چطور به کودک میدید؟ من دادن نمیتوانم، یکی شما میتوانید. نه، مرا با این کار همراه نکنید. خواهش میکنم باید با کودک یاری دهیم وگرنه میمیرد. آخر او در پیش چشمتان کلان شده است. اگر بمیرد زیخ نمیشوید. شما فکر جان خودتان را نکنید. من چیکار کردم میتوانم؟ دخترم خدیجه. مادر جون. مادر جون، شما در اینجا چی کار میکنید؟
نزدیک تو اومدم دخترم. به خیر است مادر؟ یا اینکه یا با برفین یگان حقه شده است؟ نه دخترم، حالا هم از برفین خبری نیست. برادران، تیموری جوان شهید شد. خدا به همتون صبر بیاره. برادران، باید مرگ رفیقمان بی جواب نماند. از قاتلان او باید قصاص گیریم. بر عوض جان تیمور باید 100 نفرشان را به خطر رسانیم. از آنها انتقام میگیریم. مرگ برادرمان بی جواب نمیماند. قول میدهیم که انتقاممان را از قاتلان تیمور میگیریم. قول میدهیم مرگ تیمور بی جواب نمیماند. برای انتقامی تیمور قول میدهیم. برای انتقام گرفتن آماده هستید؟ ما این کار رو میکنیم. یعنی اون دکتر مادر جان برات خودمون است؟ بله دخترم، همان دکتر برات است. او رو چقدر عذاب دادن، او باشد باز به همین دیه آمد. بله، او رو چقدر عذاب دادن، او باشد باز به همین دیه آمد. به خدا جنابی سبا آدمی خوب نیست مادر جان. میدانم دخترم، برای همین به خانه‌ات آمدم. چطور به براتم یاری دهم نمیدانم. زیک نشوی، نزد یمکی زیکو میروی، او به ما یاری میدهم. شوهرم اومد. روی آن بیناموس را دیدم میخواهم. به اینجا برد. سریعتر است مادر جان. برکسا کجا شدی؟ چرا در رو نمیکسی؟ خوش آمدید. مرحمت برادر، گذار. مرحمت. در خانه کسی نیست؟ زنها کجایند؟ در خونه همسایه‌اند. فهمم، زود را جمع کن. بعد تو هم رو. من با برادرم صحبت میکنم. مرحمت برادر، گذار. مرحمت نشین. خوش گپمون رو با آخر نرسانده بودیم. از دیهایی همسایه بجیانت عروض کردنی بود. بله، بجیان معقول شده است. وظیفه ما خواستگاری کردن. آخر آن دختر کرد نیست؟ مگر اویلاتون راضی می شود؟ چرا راضی نمی شدند؟ رگو پیوندی او به خلق قفقاز رفته می رسد. قفقازی هایی از که آمده رو کرد بگویند. این را نمیدونی؟ نه خود ندانم. این از کجا برآمد؟ همین طور است. لیکن آنها خودشان کرد بودنشان را فراموش کردند. در اصل همشون کرد می باشند. من از کجا دانم؟ باری اول می شدم. با خدا که راست میگویم. خوش آمده. خوش آمده رحمتی زیکو. خوش باشید. اسبانم را خوب نگاه بکنید. اگر با اونها یگان چیز شود خانه‌تون را میسوزانم. فهمو جناب. لبای جناب. تو حجره در پایان بودا را آماده کن. امانت‌های سینام به نزدیکی میآیند. من رفته کودک را خبر میگیرم. کارهای کردت را از نظر میگذارونم. خوش است جناب. این داروها را آقای دکتر فرستادن. وقتی این داروها را خوردی چند میشوی؟ دکتر گفت یخی ما در اینجا چکار کرده ایستاده؟ چی کار کرده ایستاده؟ کودک بیمار است. شما باشه خانی پترون درایت.
جناب. زیکا در دست چی داری؟ چی کار کرده ایستادی؟ هیچ چیز جناب. داروها رو پنهان میکنی. خانه بمانده اینها رو از کجا یافتی؟ وای جناب. آن دکتر داد همین طور نه؟ بله او داده است. ها؟ جناب فکری پسرتان رو کنید. تو چی طور با اون طور باور کرده با پسرم دارو میدی؟ ها؟ باز آن دکتر با این دیه آمده است. پدر جمع نکن. ها؟ او را در خانهات پنهان میکنی؟ در خانهات پنهان میکنی ها؟ ایستد جناب ایستد. ایباد رشید بهار صلاح حمزه همه تا با من بیایید جناب سبا میگویند که چای آوردم عزیز. مرحمت. راو اکنون راو مایلش راو. دکتر پدرون برا. دکتر در کجای پدرون برا؟ هارا میگویم. شما در جنوبی سبا تو بدرون درو پدرون برا دکتر. من چی میگویم پدرون برا، وگرنه این خانه رو آتش بزنم. با اونها جبر نکنید جناب سبا. من همین جایم. داره دورا این کار را نکنید جناب. به خدا او گناه ندارد. تو خاموشیست خاموشیست. دست شو از پیشم و چشمم ننما کثافت. دیگر تو رو در خانه هم نبینم. راه گردد بیاره دورا. الله خوب شد که رفیقش آمد و من رو به خونه همسایه را برد. مادر جان براتون دستگیر کردند. اینو موسا. مادر جان جنابی سبا. مادر جان جنابی سبا. جنابی سبا. یک طرفیست. من زیلال از دیهه آبی کلان. او باشد دختری ماست. بسیار انسانی خوب است. از برای خدا او را رها کنید. التجا میکنم. یک طرفیست. را بس اینجا. کردار نشوید خلای زیلال. شما کردار نشوید. راه گرده. جناب قربانتون شود. بغیر از کمک کردن او دیگر گناه ندارد. این را بینیده؟ حیف بر تو. تو چی خیل کردی که برای رها کردن یک پول التجا میکنی؟ خلای زیلال خیزید مادر جان خیزید. تو خودت چگونه کرد هستی که به کرد ظلم میکنی؟ باز چای ریزم. کافی است دیگر نمی نوشم. گفت زن کنی به سر مسئله هایم به من چی گفت داشتی؟ سینان در دیه اعلان کرده است که یک خلطه باری تشکیلات را دزدیدند. به شخصانی که خبر میدهند سینان مکافات میداد است. این را میدانم. من آنهایی را که بارا دزدیدند میدانم. خوش گوش کن فرهاد. گفتی پس از انجام کار حقت را میدیم. اگر حقی مرا ندی به خدا به سینان میگویم. اکنون نفسکت به من گوش کن. من آدمی خاصی تشکیلاتم. تو کیستی؟ چوپان عزیز. کی به تو باور میکند؟ هیچ کس. با این ابدانیگر باز پول میخواهد که زنی چهارمت را میگیری مگر مبادا دهانت را به کسی گشاییت را میپرانم. چوپان حالا ایستگاری کرده ای چوپان را میبینی. خوش آمدی خواهرم زلال. بخیر است؟ خاک پایتان شوم. به من یاری دهید که دکتر را نجات دهم. دکتر به گپم گوش نکرد. شین دخترم شین. شما از اینجا روید. خطیچه را چون دخترم دوست می‌دارم. تو باشی مادرش هستی.
لیکن من برای دکتر یگم کار کردن نمیتوانم. از دستم کاری بر نمی آید. با بابا ابراهیم خبر دهیم چی؟ آنقدر وقتی زیاد نداریم. غیر از این آدمانی چنان بدی همی آید. اگر بابا به اینجا آیند شاید یگان حادثه ناخوشی روی دهد. همینجا نشسته مرگ دکتر را انتظار شویم. جسدش را به ده بردن میخواهیم. گریه نکنید مادر جان، گریه نکنید. خبر خودت رو میکنی ها دکتر؟ عرق کردی؟ کن چخور فرکن. آفرین با تو. گچه یک گروه جسدی تیمور را برده به مادرش سپارند. باقی مانده ها باشند با ما به ده میروند. فهمو سینم اینجا رو خوب تا نکنید. ببخشید من با سینان گپ دارم. با سینان چی گپ داری؟ با سینان درباره باری گم شده خبر آوردم. انتظار شو. اکای سینان، یک نفر از ده به نزدتون آمده است. کی بوده است؟ درباره باری گم شده خبر آورده است. لیدی با من بیا. تو چی میخواهی؟ من از دههای ورگنیز نامم. باید چی گفتن میخواهی؟ باری تشکیلات رو فرهاد دزدیده است. فرهاد از آدمانی تشکیلات است. تو چی گفتن را میدانی ابله؟ با خدا راست میگویم. با یک گروه همکاری کرده است. بار دستی فرهاد است. اگر دروغ باشد تو میمیری، اگر راست باشد او. خواهر دکتر پسرت میشود که اینقدر خود را آب و ادوا کرده ایستاده ای. تنها مادر برای فرزندش خیل رفتار میکند. مادرش نیستم، لیکن از دکتر خوبی زیاد دیدم. او را چون فرزندم دوست میدارم، مثل فرزندی خودم دوست میدارم. کاش پسرت میبود و کرد میبود. اگر کرد نبود چی میشد؟ مگر نجات میافت؟ بله نجات میافت. هم اگر در سری ترک بودنش است. کرد است میگویم. من رفتم میگویم که او پسری من است. مادر جان فکر میکنید او به شما باور میکند؟ چیزی تغییر نمییابد. چیزی گویی یا نگویی خواهرم زلال یگم چیز تغییر نمییابد. کی میداند دکتر را به کجا بردند؟ از خاطر نبرم. اگر من میرم پسرت هم نمیرد. با جای عذر خواستن باز ما را تهدید میکنی؟ مثلا زده از من عذر خواهی کن. شاید تو را بخشم. ظلم رو بس کنه جناب صبا. من وظیفه ام رو اجرا کردم. آخر انصاف کنید. تو خود را کی میحسابی؟ خود را ناترس نشان میدی؟ ناترس نشان میدی؟ شاعر گفته از صبا گوسفند نادانم، عاجز و ناتوانم، در حلقه گرگونم. تو چه خیل آدم هستی؟ یعنی تو از من نمیترسی؟ نمیترسم. نه از تو و نه از تو بر اینها میفهمی؟ نمیترسم. اگر میترسیدم به این جای ها نمی اومدم. من اینجا برای ادای وظیفه‌ام، برای طبابت بیماران آمدم. خدا را شکر که نفرانی زیادی را صحت کرده توانستم، اما برای شما بر اینها یگان درمانی یا دارویی ندارم. افسوس. تو میدونی با کی کار میزنی دکتر؟ ها؟ فیلمی آوازه‌دار قیامی روز بعد جهانگردی ها، بعد غرب و شرق، اروپا و آسیا در استودیوی سیما دسترس کنید. قیامی روز سرجایزه‌ترین فیلم در استودیوی سیما. اگر زن من شازده چیکار میکنم؟ پیراهن تقدیم. فیلم
سال 2011 در مطلب پرودیوسری سیما پروداکشن از ترکی به تاجیکی گردانده شد.